سلام، صبح سه‌شنبه 23 آبان شما بخیر. روزنامه اصفهان امروز رو با هم مرور می‌کنیم. تیتر یک امروز گلایه معلمان خرید خدمات اصفهان از خلف وعده وزیر آموزش و پرورش. امنیت شغلی نداریم. عکس یک امروز از جاری شدن زاینده رود در اصفهان هست. مطالبه گری به جای سکوت. رهاسازی موقت زاینده رود مرهم زخم کشاورزان نیست. و اما فعالیت مجدد سامانه‌های بارشی اصفهان با آمدن آذر ماه. باید چشم انتظار بارش‌های جدید باشیم. در سرمقاله امروز می‌خوانیم جای خالی تدبیر و خلاقیت در فرهنگسازی سلامت. و اما مراجعه 27943 مورد صدمات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی اصفهان. امیدواریم روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم.